در نتیجه یک صدمه مرگبار روز 22 آگوست سال 2023 در ناحیه میچورنسک ولایت تنبوف روسیه 9 نفر هلاک و زخمی شدند. در بین هلاک شدگان و زخمیان متاسفانه مهاجران تاجیک هم هستند. بنا به اطلاع رسانه‌های روسی روز 22 آگوست سال 2023 در این صدمه مرگبار که در شورای 384 رخ داد 4 نفر از جمله یک زن جان خود را از دست داده است. سرایست وزارت حالات فوق‌العاده روسیه در ولایت تنبوف میگوید در این حادثه مرگبار 5 نفر از جمله 3 زن و 2 مرد دیگر از مسافران زخمی شده به بیمارستان محلی انتقال داده شدند. همزمان در یک نواری که از جای حادثه به ازده تیوی فرستاده شده است دیده می شود که شخصان به صدمه دچار شده از جمله 2 نفر از زنان مسافر که در تن لباس‌های تاجیکی دارند سخت آسیب دیدند. با وجود آنکه وزارت حالات فوق‌العاده روسیه درباره هویت این افراد چیزی نگفته است، ولی منابع ازده تیوی از جای حادثه تاکید میکنند که اکثر آنهایی که در این حادثه آسیب دیدند تاجیکستانی می باشند. مقامات روسیه طبق تحقیقات پیشکی اعلام کردند که سببگار اساسی این صدمه مرگبار راننده خودرو لادا بوده است که به مقابل حرکت رو برآمده در نتیجه به خودرو لادا گرانت برخورده است. در نتیجه این فاجعه مرگبار هر 2 نفر از راننده ها و 2 نفر از مسافران آنها نیز جان خود را از دست دادند.